با سلام خدمت همراهان گرامی، با یک ویدیو دیگه از پیج بقاوه در خدمت شما هستم. موضوع این ویدیو همونجوری که میبینید برای AVR هایی هستش که روی دیزل ژنراتورها نصبه که بهش تنظیم کننده خودکار ولتاژ هم میگن. من توضیحاتمو شروع میکنم. ما میخوایم راجع به AVR یا اتوماتیک ولتاژ رگولاتور صحبت کنیم. قبلش یه توضیح مختصری راجع به دیزل ژنراتور و تابلو ATS همچنین گاورنر میدم. دیزل ژنراتورهای ما از دو قسمت تشکیل شده، یکی قسمت مکانیکال، یکی قسمت الکتریکال. مکانیکال یا موتور دیزلمون با استفاده از سوخت گازوئیل برای ما یک انرژی مکانیکی تولید میکنه. این انرژی مکانیکی یا همین شفتی که داره میچرخه رو ما میدیمش به روتور یک ژنراتور یا آلترناتور. آلترناتور یا ژنراتورمون کارش عکس موتوره، یعنی ما به موتورهای القاییمون L1 L2 L3 رو وصل میکردیم و شفت موتورمون میچرخید. اینجا برعکسه، اینجا ما شفت رو با استفاده از یک موتور دیزل میچرخونیم و این شفت وصل به روتور آلترناتورمون و خروجی برقمون از استاتوره. L1 L2 L3 دیزل ژنراتورمون رو ما داریم زمانی که دیزلمون روشن باشه همراه یک سیم نول. اوکی. حالا این خروجی کجا؟ ما مستقیم خروجی رو نمیتونیم وصل کنیم به شبکه. حالا یک محیط صنعتی داریم، یه شبکه برقی داره دیگه. خب ما میایم اول این L1 L2 L3 رو میدیمش به تابلوی ATS. خب تابلوی ATS چی کار میکنه؟ وظیفه تابلوی ATS ممانعت یا جلوگیری از اتصال L1 L2 L3 دیزل ژنراتورمون با L1 L2 L3 که از شبکه برق حالا ایران داره میاد. اگر این سه‌فاز دیزل ژنراتورمون با سه‌فاز شبکه برخورد داشته باشه ما اتصال کوتاه خواهیم داشت. حالا تابلو ATS یه تابلو خیلی عجیب غریب و پیچیده نیست. از معمولا دو تا کنتاکتور استفاده شده. بعد از دیزلمون میاد میره توی یک کنتاکتور، از برق شهرمون هم میاد میره توی یک کنتاکتور. بعد اینجا 3 تا شین داریم، این شینا میرن توی محیط صنعتیمون. اوکی. حالا این دوتا کنتاکتور با هم اینترلاکن، یعنی زمانی که دیزل ژنراتورمون وصله این قطعه و بالعکس زمانی که کنتاکتور برق شهر تابلو ATS مون وصل باشه کنتاکتور دیزل ژنراتور تو مدار نیست. حالا ما این قسمت یه AVR داریم، یه گاورنر داریم. ببینید قانون پایستگی انرژی نه از بین میره نه به وجود میاد، از حالتی به حالت دیگه تبدیل میشه. حالا این دیزل داره کار میکنه دیگه. ما دیزل رو آوردیم توی مدار، تابلو ATS این کنتاکتور رو برای ما فعال کرد. حالا زمانی که یه محیط صنعتی، این محیط صنعتیمون من اسم میذارم، این محیط صنعتیمون لودش میره بالا، یعنی شروع میکنه از دیزل ژنراتورمون توان کشیدن. موقعی که توان میکشه ما دیزل ژنراتورمون با چه واکنشی نشون بده؟ باید سوختش بیشتر بشه. خب سوخت تزریق شده به دیزل باید زیادتر بشه تا این شفتمون بتونه توی دور شفتامون یا 1800 دوره یا 1500 دوره. خب زمانی توی 1500 دور باید فیکس بمونه. چرا؟ چون که ما یک فرکانس
50 هرتز میخوایم. یه فرکانس 50 هرتز ثابت با دور 1500 دوره. زمانی که محیط صنعتی اون شروع کنه افزایش بار دادن، ما باید سوختمون رو زیادتر به دیزلمون تزریق کنیم تا این شفتمون توی 1500 دور بمونه. قسمت مکانیکال گاورنر میاد این کار رو میکنه. زمانی که شما از دیزلتون شروع میکنید بار کشیدن، زیاد بار کشیدن، این 1500 دور برای اینکه تامین بشه ما میایم از گاورنر استفاده میکنیم. گاورنر زمانی که افزایش بار داشته باشیم سوخت رو زیادتر تزریق میکنه و اگر کاهش بار داشته باشیم سوخت رو کم میکنه. اگر گاورنر نداشته باشیم دیزل خراب میشه دیگه. اگر گاورنر نداشته باشیم معمولا میان از روی سوزن انژکتورهای دیزلمون گاز رو زیاد میکنن، بار میره بالا دیگه، بار میره بالا، دیزل کم میشه، دیزل سرعتش کم میشه و میان گازش رو زیاد میکنن تا به این 1500 دور دست پیدا کنن. حالا زمانی که بار رو از روی دیزل ور میدارن وقتی گاورنر نیست، زمانی که بار رو از روی دیزل ور میدارن اگر حواسشون نباشه این دورمون میره بالا. دیزلمون داره کاهش بار داره دیگه، کاهش بار داره، از این ور سرعت روتورمون، سرعت این شفته میره بالا. سرعت شفت از این حدی بره بالا هم به آلترناتور آسیب میزنه هم به دیزل. حالا ما داریم میایم روی AVR بحث میکنیم. AVR چجوریه؟ بذارید من اینایی که نوشتم پاک کنم تا به سراغ AVR. خب بیایم سراغ AVR. AVR چی و چی کار برای ما انجام میده؟ بچه‌ها توی روتور ما باید یه جریانی تزریق کنیم تا این روتورمون مگنت بشه. اگر این مغناطیس نباشه تو هر چقدر اینو بچرخونیش ما روی استاتورمون تحریکی نداریم که خروجی برق داشته باشیم. ببینید این تجربه شخصی رو بگم. من رفتم سراغ دیزل جنراتور، دور 1500، فرکانس 50 هرتز. خب فرکانس 50 هرتز، دیزل داره کار میکنه. بعد از 30 دقیقه ولتاژ سه فاز من میشه 350 ولت، یعنی فاز به فازمون که میگیرم میشه 350 ولت. حالا الان بهتون عکسشو نشون میدم. معمولا توی کلمپ این آلترناتورها یه برد الکترونیکی هست. این برد الکترونیکی چند تا پیچ تنظیم داره. این پیچ تنظیم یک دونش برای ولتاژه، ولتاژی که میاد میره سر ولتاژی که ولتاژ رو تزریق میکنه به سر روتور آلترناتورمون. خب یه دونه ولتاژ باید به اینجا تزریق بشه دیگه. من اومدم چیکار کردم؟ اومدم این پیچ ولتاژ رو آروم آروم چرخوندم. نباید اینم بهتون بگم که یک دفعه نباید بچرخونید چون ولتاژتون خیلی زیاد میشه. اومدم پیچ ولتاژ رو چرخوندم، 350 شد 400، تک فازم از 215 شد 225 و دیزل رو استارت کردم. دیزل زیر بار رفت و به صورت نرمال شروع کرد کار کردن. AVR همین کار میکنه. این ولتاژی که داره به این قسمت به روتورمون داره تزریق میشه رو کنترل میکنه. چون اگر ما روی این روتورمون ولتاژ نداشته باشیم، یعنی یا جریانی بهش تزریق نشه، مگنت نمیشه دیگه. مگنت نشه ما روی استاتورمون هیچ ولتاژی نخواهیم داشت. پس گاورنر اگه بهتون گفتن حالا توی مصاحبه جایی یا اصلا رفتید سر یه کاری، گاورنر سوخت رو تنظیم میکنه.
AVR ولتاژی که داره به روتور تزریق میشه رو کنترل میکنه. حالا 1500 دور هست، 50 هرتز هم هست. اگه افت ولتاژ داشتید میتونید با استفاده از این پیچ تنظیم ولتاژتون رو بیارید بالا. حالا چقدر بیارم بالا؟ اینم مهمه. یه لحظه من اینو دوباره یه صفحه جدید باز کنم. چقدر ولتاژ من بیارم بالا که به قول خدا رو خوش بیاد؟ ببینید بچه ما چی برامون مهمه؟ فرکانس، خب ولتاژ فاز به فاز و ولتاژ تک فاز. فرکانس و موقعی که من میخوام دیزلمو تنظیم کنم یه شیطونی میکنم. فرکانس رو برای اینکه دیزل موقعی که زیر بار رفت به مشکل نخوره، فرکانس رو میذارم روی 51 52. آیا این به دستگاه آسیب میزنه؟ خیر. دستگاه تا 55 60 هم بره اتفاق براشون نمیفته، مگر اینکه واقعا دستگاهتون حساس باشه، دستگاه خیلی حساسی باشه و بهتون گفته باشن که آقا این یه ولتاژ فیکس میخواد. و معمولا هم اگر این ولتاژ رو بخواد یا از استابیلایزر استفاده میکنن یا از UPS استفاده میکنن، مستقیم به برق شهر یا دیزل وصلش نمیکنن، چون حتی برق شهر یا برق دیزل ژنراتورمون فرکانسش نوسان میکنه. ولتاژ سه فاز اون چند باشه؟ ببینید ولتاژ رو من این تجربه شخصی خودمه ها، یعنی کاری که دارم انجام میدم، ولتاژ رو روی دیگه نمیذارم از 400 کمتر بشه. از 400 کمتر بشه توی دیزل دارم روی دیزل صحبت میکنم، چون اصلا برق شهر رو که من کنترل ندارم روش. برای دیزل من ولتاژی که میخوام خروجی تست کنم میرم مولتیمتر میزنم دیگه، اگه از این 400 کمتر باشه معمولا AVR رو میزنم که بیاد بالا به 400، بین 400 تا 410. حالا این سوختم من اینجا بنویسم تا سوختم یادم نره، سوختم براتون بگم. ولتاژ تک فازم 220 تا 230، 220 تا 230، 400 تا 410 این سه فاز، این تک فاز، و 50 51 52 فرکانسمون اوکیه، یعنی این خروجی نرماله. اگه زیر بارم بره باید این میرسه 50، اینا یکم افت داره دیگه، حالا اینو من پاکش کنم، دوباره بریم سراغ این قسمت سوخت. ببینید یه زمانی هست شما هر چقدر که AVRتون رو تنظیم میکنید این ولتاژ تکون نمیخوره. این پیچا رو هی بالا پای میبینید، پیچ ولتاژت آخرشه ها، اصلا تکون نمیخوره. ولتاژت از 390 مثلا به طور مثال بالا نمیاد اصلا. چی کار میکنی؟ ببینید میام گاز دیزل رو زیاد میکنم. اول پیچ ولتاژ هم برمیگردم به حالت اولیه. خب حالت اولیه، بعد میام گاز دیزل رو زیاد میکنم. حواسم به چی هست؟ حتما زمانی که گاز رو زیاد میکنید، ببینید این سه تا مؤلفتون تغییر کنه دستگاهتون آسیب میبینه. یکی ولتاژ سه فازتون، یکی فرکانس خیلی مهمه، فرکانستون، یکی هم ولتاژ تک فازتون. این سه تا تغییر کنه، خب تو مجموعه صنعتی تمام کنترل فازاتون عمل میکنه. اصلا به هیچ عنوان فرمان اینو نمیده که آقا ولتاژ و جریان و فرکانس و اینا اوکی، ولتاژ و فرکانس هم اوکیه. کنترل فاز اصلا اجازه وصل شدن هیچ دستگاهی رو نمیده، اینو دقت کنید. بعد میام یه کوچولو
حواسم به فرکانس هست. خب فرکانس 48 مثلا. بعد میام سوخت دیزل یا گاز دیزل رو زیادش میکنم. گاز دیزل رو که زیاد کردم، فیکسش کردم، فرکانس شد 51 یا 50. بعد میرم سراغ AVR. همون اول کار نمیرم سراغ AVR. اینم بهتون الان آخر این ویدیو بگم که اول نمیرید سراغ AVR. اول فرکانس و دور موتورتون تنظیم کنید. حالا اگر گاورنر داشته باشه که خیلی‌ها ندارن، این اوکی. گاورنر داشته باشه شما برید سراغ فرکانس، میبینی 50 51 داره بازی میکنه. خب زمانی هم که شما گاز بدید دیزل بره زیر بار این 50 میمونه. ولی اگر گاورنر نداشت شما باید گازش رو تنظیم کنید. گاز رو تنظیم کردید. حالا اینا رو بهتون میگم. بریم سراغ چند تا اسلاید بهتون نشون بدم ببینیم که چی جوری اینا کار میکنه، چه جوری باید متوجه بشیم که چی به چیه. بچه اینو ببینید، این روش نوشته دیگه سوپر ولت آمپرمتر دیگه. آره اینا بچه 3 2 1. بچه اینو نگاه کنید، نوشته دیگه، نوشته سوپر ولت آمپرمتره. بعد من اولین کاری که دیزل رو روشن کردم میام سراغ فرکانس. اگر این قسمت رو نگاه کنید، این ولتاژ رو نشون میده، میبینید این ROS و تیمون آمپر رو نشون میده، به CT وصله دیگه. بعد اینجا یه دکمه داره، نگاه کنید HZ. من میام این هرتز رو فشار میدم. هرتز رو که فشار دادم میبینم که فرکانس هم چنده. فرکانس هم هر چقدر که بود باید برسه 50 دیگه. اگه 55 بود باید گاز رو کم کنم، بیایم اگه کم بود باید گاز رو زیاد کنم. این قسمت رو نگاه کنید، این انژکتورمونه و این قسمت یه دونه همیشه هست که سوخت رو کم و زیاد میتونیم بکنی. حالا این یکم دردسرم بود که اینو ما زیادش کردیم، چون اینجا این قسمت رو میبینید پیچ داشت و این پیچ رو باز کردیم. بعد اگر همچین چیزی دیدید، خب اگر یکم اینو تکون بدید، من از این سمت فشار دادم این اهرمو، بعد نمیدونستم مثلا گازش کدومه. بعد گشتم نگاه کردم، یکم دست زدم، دیدم که دیزل مثل کامیونا هستن توی سربالای گاز میخورن، اونجوری داره گاز میخوره. بعد یک کم گازشو زیاد کردم. چرا گازشو زیاد کردم؟ من اومدم این قسمت ولتاژم کم بود، فرکانسم 50 بود، فرکانسم 49 50 بود. اومدم فرکانس رو زیاد کردم، فرکانس رو نگاه کردم، بعد گاز رو زیاد کردم ببینم ولتاژم میره بالا یا نه. ولتاژ میبینید 380 بود، میخواستم برسه به 400. اول با گاز امتحان کردم که نکنه گاز دیزلم کم باشه. گاز خورد، فرکانس شد 51 ولی ولتاژ تکون نخورد. خب دیگه الان گازم اوکیه، فرکانس هم اوکی، باید بیام سراغ AVR. بچه این قسمت نگاه کنید، من کلمپ آلترناتور یا ژنراتورمو باز کردم. یه برد الکترونیکی اینجا هست. نکته خیلی مواظب باشید بچه. این موقعی که دیزل روشنه، این سه فازه ها دست بزنید برق میگیرتتون، خیلی مراقب باشید. بعد این AVRش هم بدترین جای ممکن گذاشتن. استانداردش توی این دیزلمون نمیدونم دورمن بود یا دیزلمون مانه. این دیزل مانه. توی دیزل‌های جدیدتر، دیزل‌های ولوو، دیزل‌های بادوین یا دیزل‌های اوکی تر، این بیرونه، یعنی که قاب باز می‌کنیم توی تنظیمش کنی. ولی حالا این قدیمیه به هر ترتیب. این چرا چهار تا پیچ تنظیم داره؟ اگه دقت کنید این 4 تا پیچ تنظیم داره. می‌بینید؟ من میدونستم کدومش ولتاژه؟ نه اصلا. اومدم دونه دونه چک کردم دیگه، چک کردم بچه این ولتاژ بود، بالا پایین کردم. حالا راجع به این قضیه بعداً صحبت میکنم. یه دونه برای تثبیت ولتاژ و غیره. اومدم
اینو یه ذره زیاد کردم، بعد این بنده خدایی که تکنیسیان بود گفت ولتاژ داره میاد بالا، دیگه آوردمش بالا تا رسید به 400. یه نکته دیگه هم بگم علاوه بر اینکه اون برقدار بود که حتما باید از دستکش استفاده کنید بچه‌ها. برق بگیرتتون اینجوری نیستش که ولتون کنه، خیلی مواظب باشید، خیلی مواظب باشید. این پیچو نباید یک دفعه‌ای بچرخونید، یک دفعه‌ای بچرخونید اگه دستگاهاتون زیر بار باشن حتما آسیب می‌بینن. اول کلید دیزل رو وصل نکنید، اول دیزل رو اصلا به هیچ عنوان اول زیر بار نبرید. اول اون سه تا مؤلفه تک فاز سه فاز فرکانستون رو اوکی که کردید بعداً ببرید زیر بار. اگر سوالی دارید کامنت کنید، برای حمایت از ما حتما لایک کنید و اینکه اگه دوست دارید لایک نکنید، لایک و شیر و اینا میدونید انگیزه که آموزش شما انگیزه است، ولی خب الگوریتم یوتیوب دیگه. به هر ترتیب امیدوارم که از این ویدیو استفاده کرده باشید. موفق و مؤید و پیروز باشید.